عدالتی که امام علیه السلام داشتن عدالت خاصی بود. اولا اجازه داده بودن که با مردم در تماس باشن. امام عدالت رو حتی در نگاه کردن به اونها، در صحبت کردن با اونها رعایت میکرد. مشخصه های عدالت رضوی میشه ذکر کرد اینه که عدالتشون حتی نسبت به مخالفین عدالت رو رعایت میکردن، حتی دشمنانشون هم یه حالت پسند و رضایتی نسبت به او داشتن. یکی دیگه اخلاق بود. اخلاق اساساً مبنای همبستگی اجتماعی است. یک محور دیگری که حضرت داشتن گفتگو بود. امام رضا نقشی که آفریدن این بود، در اون بالاترین سطحی که قرار داشتن گفتگوهای متنوعی رو، گاهی بین مذاهبی، گاهی بین ادیانی، گاهی مسائل اجتماعی، این گفتگوها مبنای در حقیقت ایجاد همبستگی بود و گفتگو زهر اختلاف رو میگیره. گفتگو حرکت منسجم رو در جامعه ایجاد میکنه و یا آرامش میده و هیچ کس نمیتونه از گفتگوهای امام رضا یک موردی رو پیدا کنه که خشونت کلامی در امام رضا تو کلام مشاهده شده باشه. امام رضا علیه السلام وعی و آگاهی اجتماعی رو زیاد کردن.